پیدایش عطرها پارت 6. این دفعه میخوایم بریم سراغ یه عطری که به خاطر پخش بوی زیادش خیلی جا ممنوعش کردن. عطر پویزن از برند دیور. این کار به شدت گرم و ادویه‌ای بود که در سال 1985 به بازار معرفی شد و انقدر شدت بوش سنگین و زیاد بود که خیلی اونو خیلی سردرد کننده میدیدن و به خاطر همین داخل رستوران ها و مکان‌های عمومی و خیلی جاهای مختلف اینو ممنوع کردن و اصلا کسی که این عطر رو بزنه راش نمیدن. این عطر به شدت قویه و از همون اول چون زنونه بود به عنوان زن جسور نامگذاری شد. این عطر به خاطر شیشه بادمجونی رنگش، بنفش تیرش که شبیه زهر دقیقا میمونه، عکسش رو این بالا براتون میذارم، به زهر دیور هم معروف شد. حالا نظر تو راجبش به هم بگو و این پایین به هم بگو که اصلا ازش استفاده کردی یا نه. برای استعلام قیمت دایرکت منتظرتم.